غرق در افکار بودم بیقرار. خوش به حال شماهایی که دارید با پای دل زیارت میکنید مرقد مطهر حضرت کریمه آل طه فاطمه معصوم سلام الله علیها. غرق در افکار بودم بیقرار، از دو چشمم موج میزد انتظار. با خودم گفتم عجب دنیا بد است، هر که اهل عشق باشد مرتد است. چون میسر نیست ما را کام او، تا به کی دل خوش کنم با نام او. با که حرف خویش را نجوا کنم، قبر لیلی را کجا پیدا کنم. کاش از قلبم به قبرش راه داشت، کاش زهرا هم زیارتگاه داشت. زین همه شادی و عشرتها چه سود، کاش قبر مادرم مخفی نبود. ناگهان از سوی حق آمد پیام، میدهم بر دردهایت التیام. قبر زهرا گرچه از دیده گم است، بارگاه با شکوهش در قم است. چون که تو عرض ارادت کرده ای، قبر زهرا را زیارت کرده ای. السلام علیک یا بنت ولی الله، السلام علیک یا اخت ولی الله، السلام علیک یا عمت ولی الله، السلام علیک یا بنت موسی بن جعفر و رحمت الله و برکاته. سلام به روی ماهتون، سلام به بلندای نگاهتون، یه سلام به همه اونایی که تو این نفسهای پایانی ماه سفر، ماه داغهای مکرر و ماه اسارت آل الله علیهم صلوات الله اجمعین در آستانه رحلت شهادتگونه حضرت محمد مصطفی صلوات الله و سلام علیه و شهادت آقا جانمون امام مجتبی علیه الصلاة و السلام و حضرت عالم آل محمد علی ابن موسی رضا علیه آلاف و تحیت و ثنا. به شما سلام میکنم در قطعی از بهشت. اینجا عشق آل محمد قم المقدسه و توفیق داریم که با یاد خدا کنار شما باشیم. خیلی خوش آمدید. اما اجازه بدید هر چه سریعتر باب گفتگو رو باز بکنم با حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای محمدی شاهرودی عزیز. حاج آقا به شما سلام میکنم، عرض تسلیت و تعزیت به یاد خدا. خیلی خوش آمدید. سلام علیکم و رحمت الله. خیلی ممنون، متشکر بندم خدمت شما و همه دوستان عزیز بیننده. عرض تعزیت و تسلیت دارم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. عرض سلام و ارادت دارم محضر دوستان عزیز، با آرزوی سلامتی، طول عمر، توفیقات روزی افزون، آرزوی قبولی طاعات، عبادات، از جمله همین عبادتی که الان انجام میدید بناست ذکر اهل بیت گفته بشه و یکی از بهترین عبادات فرشتگان مقرب الهی حضور پیدا میکنن و متبرک میشن به جلسه‌ای که ذکر اهل بیت در اون جلسه باشه. اینم خدا قبول کنه. خدای متعال رو سپاسگزارم که توفیق نصیب شد خدمت شما دوستان عزیز باشیم. ان شاءالله که گفتگومون گفتگوی پر برکت، پر ثمر، پر ثواب باشه. از اون گفتگوهایی که پیامبر فرمودن که ساعتش از 12,000 ختم قرآن فضیلتش بیشتره. البته ساعت معنی 60 دقیقه نیست. ان شاءالله که گفتگو ما هم با شما یه چنین اثری رو داشته باشه و چه نتیجه‌ای مترتب بر این گفتگو باشه ان شاءالله. حتما همینطوره. خیلی ممنون و متشکرم از حضور ارزشمند حضرت عالی. حاجا اجازه میخوام که طرح سوال ماجرای امشب یاد خدا در رابطه وجود نازنین رسول مکرم اسلام حضرت رحمت الله العالمین حبیب اله العالمین محمد مصطفی صلوات الله و سلامه علیه باشه. حاجا سوال شروع و سرچراغی این ماجرای امشب یاد خدا این باشه که در واقع ما باید رحلت رسول مکرم اسلام بنامیم یا شهادت وجود نازنین یا رحلت شهادت کنه؟ اینو از لسان شما از سرچراغی این گفتگو بشنویم. چند نکته رو عرض می‌کنم. نداشته باشید خود رحلت به معنی سفره. این سفر ممکنه با شهادت باشه، ممکنه با فوت باشه، هر دوش رحلته. یعنی شهادت هم خودش رحلته. اینطوری نیست که بگیم رحلت، اگه گفتیم رحلت نقطه مقابل شهادته. نه، شهادت خودش نوعی رحلته. رحلت انواعی داره، یکیش شهادت، این سفر که کل نفس ذائقة الموت، این سفر انواعی داره.
گاهی با شهادت، گاهی با غیر شهادت، با مرگ طبیعی، با مرگ فوجه هست، انواع رحلت ها. پس شهادت خودش رحلت هست. نکته دوم این که نقل هایی داریم که وقتی پیامبر در بستر بیماری بودن فرمودن که این اثر اون سمی است که اون زن یهودی به من خورانده. یعنی پیامبر بر اساس این روایات مسموما از دنیا رفته، که میشه شهادت به همون معنای مصطلحش. مطلب بعد این که روایت از امام رضا علیه السلام داریم، از سایر ائمه علیهم السلام داریم که فرمودن ما منا الا مقتول او مسموم. هیچ که از ماها نیستیم مگر اینکه یا با کشته میشیم یا با سم از دنیا میریم. این حدیث شامل پیغمبر هم میشه، بنابراین عموم این حدیث شامل پیامبر هم میشه و پیامبر هم باید با شهادت به همون معنی مصطلحش از دنیا رفته باشه. نکته بعد این که تا اینکه ما شهادت رو چی معنا بکنیم. اگر شهادت یعنی کسی که عند الله حاضر است روزی میخوره، ولا یحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون، به این معنا یا اون آیه 69 سوره مبارکه نساء که و من یطع الله و الرسول با اولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و الصدیقین و الشهداء و الصالحین و حسن اولئک رفیقا. اگر به این معنا بخوایم شهادت معنا بکنیم، پیامبر نه تنها شهید بود بلکه شهید همه شهدا بود. چون همه پیامبران شهید بر امتشون بودن بر حسب نص قرآن، و پیامبر علاوه بر اینکه شهید بر امت، شهید بر اون شهدا هم هست. هم شاهد بر همه پیامبرانه، یعنی شهید بر همه شهیدها، هم شاهد بر امت خودش. از این حیث پیامبر ما میشه اشهد الشهدا، شهیدترین شهدا. به تعبیر دقیق تر، خداوند مخلوقی شهیدتر از پیامبر اعظم ندارد به معنای واقعی کلمه، صلوات الله و سلام. این معنایی که بنابراین بله پیامبر شهید بود و شاهد است. فرموده کسی در کنار قبر من به من سلام کنه همونجا جوابش میدم. اگه از دور سلام کنه فرشتگانی سلام به من میرسونن، من هم جواب میدم و جواب رو به اون شخص میرسونن. ما هم تو نماز میگیم اشهد ان محمد عبده و رسول الله و رسوله، صلوات میفرستیم، سلام میدیم پیامبر، السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته. سلام، جواب سلام واجبه، قطعا پیامبر باید جواب سلام ما رو بده، باید زنده هم باشه، چون میگیم السلام علیک، نمیگیم السلام علی رسول الله، میگیم سلام بر تو. بله. اینا همه دلیل بر شهادت پیامبره. بله. بسیار خوب. عرض کنم آقا در رابطه با شفاعت وجود نازنین رسول مکرم اسلام، حالا آیه‌ای که من مسواد کم خودم دارم عرض میکنم، بفرمایید که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ولا یشفعون الا لمن ارتضی و هم من خشیته مشفقون. این حق شفاعتی که در واقع برای امتشون پیغمبر کنار گذاشتن، چجوری میتونیم شامل حال اهل ایمان بشه؟ و پیامبر شهادتشون شهادت اون مقام شهادت در واقع مقام بی همتایی است که مقام محمود اسمش گذاشته. و من اللیل فتهجد لک نافلا لک عسى ان یبعثک ربک مقام محمودا. این مقام محمود همون مقام شفاعت کبری است که جز پیامبر هیچ کس اون مقام شفاعت رو نداره. الله اکبر. و اون مقام شفاعت در واقع شامل همه میشه، منتها پیامبر که مظهر اسماء و صفات خداست، هرگز کسی که مرضی خدا نباشه رو شفاعت نمیکنه. لا یشفعون الا لمن ارتضی من ذا الذی یشفع عنده الا باذنه. و اون جز اون چی خدا بخواد رو شفاعت نمیکنه. و کافر چون مرضی خدا نیست، از کافر پیامبر شفاعت نمیکنه، ولی از مؤمن شفاعت میکنه، ولی اینکه مؤمن گناهکار باشه. این حدیث که عرض میکنم تو صحاح اهل سنت اومده، تو منابع ما هست که پیامبر فرمودن ادخرت شفاعتی لاهل الکبائر من امتی، من شفاعتم رو ذخیره کردم برای اون صاحبان گناه کبیره از امتم. جانم رسول. پس اگه انسان از امت پیامبر باشه، بله مشمول شفاعت پیامبر خواهد بود، اما این اگر خیلی مهم نیست. و ما ارسلناک الا رحمت للعالمین، پس یکی از مصادیقش همینه. آقا دفع عذاب به خاطر وجود نازنین پیغمبر از امت ایشون، و ما کان الله لیعذبهم و انت فیهم، خیلی امید بخش این آیات قرآن.
بله، در نهج البلاغه داریم که حضرت فرمود که خداوند 2 تا امان داشت. یکیش که پیامبر بود از دنیا از بین ما رفت، یه امان دیگه که استغفار باشه باقی است هنوز. پیامبر، من معتقدم که ما به عنوان امت پیامبر باید ببینیم که در قبال پیامبر چه تکالیفی داریم. قبل از اینکه از پیامبر چه انتظاراتی داشته باشیم ببینیم که ما وظیفه خود ما چیه. آیا ما پیامبر رو اون که باید انجام بدیم انجام دادیم؟ آیا پیامبر رو شناختیم؟ آیا پیامبر رو به عنوان واسطه فیض خدای متعال، به عنوان الگو و اسوه حرکات و سکنات و گفتار و کردار ما که لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنه، پیامبر الگوی ماست، الگوی پسندیده، الگوی نیکوی ماست، باید بشناسیم ببینیم که پیامبر چیکار میکرد که ما هم از الگو بگیریم. الگو معناش اینه، تأسیه بکنیم به حضرت. معنی الگو اینه که انسان ازش الگو بگیره. خب ما باید پیامبر رو بشناسیم، سیره پیامبر رو ببینیم و به نظرم بهترین منبع هم خود قرآنه. چون انسان مطمئنه این منابع دیگه که نوشته شده وقتی انسان نگاه میکنه میبینه که به جای اینکه بخواد پیامبر رو چهره حقیقی پیامبر رو نشون بده، پیامبر رو عرفیش میکنه، سکولارش میکنه، میارش در حد همون بله سیره هایی که نوشته شده غالبا اینجوریه. اما قرآن خیلی پیامبر رو، رفتار قرآن و خود خدای متعال با پیامبر به نظر من بهترین درس برای ماها. بسیار خوب. حاج آقا اجازه میفرمایید یه فرصتی بگیریم و بریم سراغ نکات نابی این که چگونه در واقع تکلیف ما هست در برابر وجود نازنین رسول مکرم اسلام و این الگو برداری از اسوه حسنه خدا. خیلی ممنون و متشکرم نازنین مردم ایران همیشه اسلامی که دارید یاد خدای خودتون رو مشاهده میکنید. فرصتی بگیریم برمیگردیم و یاد خدا کماکان پیش روی چشمان شما زیبا پسندان خواهد بود. بفرمایید. خواهش میکنم. داغی اگر نبود که گریان نمی شدیم، لطفی اگر نبود مسلمان نمی شدیم. یا ایها الرسول بدون دعای تو از پیروان اطرت و قرآن نمی شدیم. صلی الله علیک یا رسول الله. خیلی ممنونم. وقت شما به عشق به وجود نازنین پیغمبر خدا صلوات الله و سلام علیه باشه انشالله. حاج آقا بشنویم ادامه فرمایشات حضرت علی رو. بله، شب رحلت پیامبر بهترین حرف اینه که ما ببینیم وظیفه ما در قبال پیامبر چیه. بهترین راه برای شناخت پیامبر و معرفی پیامبر که ما هم وظیفه داریم پیامبر رو بشناسیم، هم وظیفه داریم پیامبر رو معرفی بکنیم، اینه که از اون جایی این معرفت رو بگیریم که مطمئن باشه. خود پیامبر به امیرون فرمودن مرا نشناخت مگر تو و خدا، چنانکه تو رو نشناخت مگر من و خدا، و خدا رو نشناخت مگر من و تو. بهترین منبع برای شناخت پیامبر قرآن است و نهج البلاغه و فرمایشات امیرون و اهل بیت علیهم السلام. و الحمدلله فراوان هم داریم، معرفی پیامبر رو خوب داریم. شما ببین خداوند متعال در قرآن مطالبی راجع به پیامبر فرمود انک لعلی خلق عظیم. این خلق عظیم دیگه هر چی بخواید توش هست. از همسران پیامبر سوال کردن که اخلاق پیامبر چطوری بود؟ گفت کان خلقه القرآن. جانه اخلاق پیامبر قرآن بود. هر خوبی که شما در قرآن میبینید جز خلق پیامبر بود. این منبع بهترین منبع است. بشناسیم و بر حسب توان خودمون در حد ظرفیت خودمون ازش الگو بگیریم. و وقتی انسان که میره خدمت قرآن میبینه که اولا خدا خودش عنایت ویژه‌ای داره نسبت به سایر پیامبران، مثلا با اسم اونها رو صدا میزنه، یا موسی یا ابراهیم یا نوح. نسبت به رسول اعظم یه احترام خاصی معمول میشه، یا ایها الرسول، یا ایها النبی، یاسین، یا ایها المدثر، یا ایها المزمل. اینجوری با این هرگز پیامبر رو با اسم صدا نزده. اسم پیامبر 4 بار تو قرآن اومده ولی هرگز با اسم پیامبر رو صدا نزده خدای متعال. وقت اون عرض کنم که احترام ویژه‌ای که برای پیامبر داره، میگه که ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنو صلوا علیه و سلموا تسلیما. خدا و فرشتگان بر پیامبر صلوات میفرستن. ای مؤمنین شما هم صلوات بفرستید، هم تسلیم امر او باشید. این راهنمود قرآنی که ما چیکار کنیم. میگه که از خدا برای پیامبر
طلب علو درجات کنید که میشه صلوات ما، چون خود صلوات خدا نزول رحمت خدا بر پیامبره. دعا کنید، طلب نزول رحمت کنید برای پیامبر و تسلیم مطلق امر پیامبر باشید. در امام صادق فرمودن اگر کسی بر پیامبر صلوات بفرسته، خدای متعال در 1000 صف از فرشتگان 1000 بار بر او صلوات میفرسته که همه عالم همراهی میکنن، همه عالم میشن صلوات فرست بر اون شخصی که خب این تعریف هایی که از خدا پیامبر تو قرآن هست ما نظیرشو نداریم. دستوری که به پیامبر به مردم میده لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، صوتتون بالا نبرید. بعضکم لبعض لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم که دعای بعضکم بعض. این آیه که نازل شد از رسول الله علیه میفرماید که من یه بار دو بار سه بار که ترسیدم بگم یا ابا، گفتم یا رسول الله. پیامبر دو سه بارش نگفت، بار سوم یا چهارم گفت که دخترم این آیه در شأن پرید شما و فرزندان تو نازل نشده، در حد اون جفات عرب نازل شده. تو قولی یا ابا، بگو پدر جان. این باعث لذت دل و آرامش قلب میشه. حتی حضرت زهرا هم با نزول همین آیه که شما خوندید دیگه حریم گرفته بود، میگفت نکنه ما بگیم پدر اون وقت خلاف این آیه عمل کرد. به هر حال این دستوراتی که تو سوره مائده حجرات در رابطه با پیامبر داده، اینا رو با نظیرشو نداریم. این نکته دوم. نکته سوم این که اون چیزی که در قرآن خیلی برجسته شده و ما هم تکلیف داریم و خود پیامبر همین مطلب خیلی زیاد سفارش کرده، بحث حسن و خلق و خوش اخلاقی مخصوصا تو خونه. پیامبر میفرمود که افضلکم ایمانا احسنکم اخلاقا فی اهله و انا احسنکم اخلاقا فی اهلی. برترین ایمان ها رو در بین شما کسانی دارن که تو خانواده خوش اخلاق تر باشن و من پیامبر از همه شما تو خانواده خوش اخلاق ترم. دوستان سوره تحریم رو بخونن. یا ایها النبی لما تحرم ما احل الله تبتغی مرضات ازواجک. خیلی بیش است. برای اینکه اونا خوششون بیاد حلال خدا بر خودش تحریم میکنه، خدا میگه نه برو کفاره بده تحریمو بشکن. یعنی تا اینجا پیامبر مراعات اینها رو. عزیزان علیه ما عنتم حریصون علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. حالا هم یک دقیقه فرصت داریم اگر جنبندی بفرمایید. عرض میکنم فقط این که من مراجعاتی که به ما هست، حالا کتبی شفاهی تو فضای مجازی جای دیگه میبینم که بعضی از آقایون و بعضی از خانم ها اخلاق تو خونه مراعات نمیکنن. بشار قبر داره، آثار پیامدهای خیلی وحشتناکی داره. عرض من در این چند دقیقه که خدمت شما بودیم این بود که یک، پیغمبر رو بشناسیم، تکلیف بسیار مهمی است. دو، پیامبر رو معرفی کنیم. سه، بهترین منبع برای معرفت پیامبر قرآن و نهج البلاغه و کتب روایی ماست. اونها پیامبر رو شناختن. امام صادق شناختن، اسم پیامبر رو ببره با عظمت تمام بلند میشد، خیلی با احترام مینشست، بعد حدیث رو نقل میکرد قال رسول الله. و اینکه سیره پیامبر رو مطالعه بکنیم. پیامبر الگو و اسوه رفتاری ماست. اگر او لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، خب اسوه رو باید انسان ازش تقلید کنه دیگه، باید ازش اسوه بگیره. بنابراین تلاش کنیم که این کارو بکنیم و بهترین کاری که یعنی یکی از برجسته ترین سیره های پیامبر سیره اخلاقی پیامبر. وقت ما تموم شد ولی خب من دوست دارم چند تا از شاخه‌های سیره دیگه پیامبر رو هم خدمتتون عرض کنم که دیگه شب‌های دیگه هم خدمتتون باشیم و بهره مند بشیم. واسه صحتتون دعا می‌کنیم. ما رو دعا کنید. خدا ان شاء الله به حق پیامبر و اهل بیتش آنچه که به پیامبر و اهل بیتش از همه نیکی ها مرحمت فرموده، به عزیزان بیننده ما هم مرحمت بفرماید. هر شر و بدی که از پیامبر و اهل بیت و از همه اولیاء خودش برطرف فرموده و دفع کرده، از عزیزان بیننده ما و همه مؤمنین و مؤمنین برطرف بفرماید و ما ها رو در دنیا و آخرت لحظه ای از قرآن و اطاعت جدا نفرماید. اللهم. خیلی ممنونم، متشکرم. براتون از بهترین ها رو دارم. خیلی ممنونم. مردم زمانمون محدود، ساعت ها رو به وقت عاشقی امشب خدا رو باید قسم بدیم به محمد مصطفی صلوات الله و سلام علیه. حرف آخرم این باشه، در بین زمین و آسمان ها و کرات، در بین مناجات و تمام کلمات، زیباتر از این دعا ندیده است کسی بر خاتم انبیا محمد صلوات. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. مراقب حال خوبتون باشید. ما دعا کنید. یا محمد، خدا یار و نگهدار همتون باشه.